میریزیم. بعد آن یلمازی به شرف رو میبینیم که رها نکرده چی کار میکند. اپایزیلان کتابونه که بابایم رو ندیدید؟ ها حاضر میدیم. گیر جونکی من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین به تو هم مثل بابایت میشوی. این از آنی بابایت بود؟ بله از بابایم بود، اما حاضر از من است. من هم مثل بابایم میشوم. مگر مثل آن کس شدن آسان است؟ تو هم میتوانی مانند آن کس شوی، لیکن کتاب و علم های زیادی را باید از بر کنی عمر. آن کس یگانه شخصی بودند که در این جاها با فارسی، عربی و دیگر زبان ها حرف می زدند. بغیر از این از دیگر علم ها نیز با خبر بودند. چقدر کتاب های زیادی را از بر کرده بودند. آفرین زیلان. بابایم را ندانه همه کارهایشان را می دانسته. بابایت مگر کسی بود که او را نشناسند؟ همه دوستش می داشتند، نامشان در همه جا. من همه این را از دهان مردم شنیدم، اما از تو شنیدن میخواستم. یگان وقت نخونی. آقای زینو، برای شفا یافتنش بعضی داروها لازمند. باید هر چیز زودتر یگان کس رو رها کنیم. مایلش زود میفرستم پسرم، میفرستم. تو در یگان کاغذ به من نوشته ده. سرکم چی شده از آقای دکتر؟ کودک نشانه های بیماری سیر را دارد، او را خوب نگاه بکنید. همین قدر گفتم و جاوید گفتم که ما را تنها مگذار. از جاوید یگان خبر هست؟ نه دکتر، از او خبری نگرفتیم. آزاد آماده شوه. سلاح ها را خوب در دست نگاه داره. زمین. کمک کشه. نه خیلی خوب نه. آفرین، زود باشید، کوشش کنید، همش را می آموزید. آخرین حرکت ها را بخیر زیادی در 2 روز یاد میگیرد. تو خیلی سوست می روی. زود باشید. تو مثل خر حرکت میکنی. کنی زود باشید. زودتر باشید. از دستی من این کارها نمی آید. این دست ها با خواستی شما تیر نمی تواند. این دست برای ما بسیار کارها میکند. عقلت را در جایش گذار جاوید، وگرنه روزت سیاه میشود. این را میدانی. عقلت را کار فرما. سینون کماندان مراجع میزند. از ما چی میخواسته باشد؟ من از کجا میدونم؟ خوب میرویم. کمی صفا دوام دهید. بازگشت نیست. پس نگردید. صفا اینها را مشته. زود باش. کنیک حرکت کنید گفتم. بله حرکت کنید. زمین زود باش. به امرتان آماده ایم قماندان. مسئله جاوید را میدانید. زود حرکت کنید. سیار چند نفر را تصریح کرده است و جای گفتمان برده جاوید را میکشید. فرض کنید که گویا آنها پرنده باشند، یعنی پسر زینب را از طرف گروه کشته شده است. اعلام میکنید. در اطاعت شما ایم قماندان. اول یک به مهمانی زینب بروید. او مجبور دلش را برایتان میگشاید.
پسرش را مجبور میکنه که به اون مکتوب نویسد. بعد نفره به گروه خبر میبرد که زینل به تشکیلات کمک میکند. آن وقت آقای زینل بغیر از به تشکیلات همراه شدن دیگر چاره ای نمییابد. فهمیدم قماندان. این کار حتی حل شده است. تشکیلات با این راهیه باز چند نفر را به خود همراه میسازد. در مدتی کوتاه خلق خودش خونریزی را آغاز میکند. فهمم قماندان. اما باوری داشته باشید تشکیلات همیشه به جای لازم نیشش را میزند. فهمیدیم قماندان. فهما. تا بازدید. همه‌اش گفته شما میشود. خیلی خوب. آقای زینل را به تشکیلات همراه کردنمان بسنده و خیلی خوب است. گوش کن. زود رفته این داروها رو یافته میاری. فهمیدی؟ فهمیدم. یافته میارم. گیر. این را گیر. آقای زینل، شما هم باید حتما برگردید. آن طرفش نزدیک است و او زود میرسم. من هم با شما میروم. وقتمون زیاد نیست. تو چیزی که گویی همون طور میکنیم. تو را زود باش نیست. ما هم دیر نکرده کمی بدتر میرویم. بسیار خوب. دکتر. آقای دکتر 3 نفر آمدند. کیسه را بردند میخواهند. آنها آدمانی دولتند. آنها آدمانی مخصوصند. به هر حال آدمانی بالایند. آمدند. مرحمت. آقای دکتر این کسند. سلام. من از گروه ضد ترور چتین سلطان. خوش آمدید. سفرها بی خطر باشد. وقتی زیاد نداریم. شما باید یک کس را با ما سپارید. او را گرفته بردن لازم. چرا میبرند پسرم؟ بخیر است؟ که چرا؟ سحر آمده تسلیم شد. میلش او در نظارت خانه است. مرحمت رفتیم. ببخشید جناب، با شما یک گپ داشتم. شما روید بچه ها، من حاضر میام. رفتیم. آقا با این حکومت کنید. خوش رفتیم. مرحمت گوش میکنم. من یک پسر داشتم. بازوری به کوه بردن. زن و کودک دارد. التجا میکنم یاری دید. او را خلاص کنید. خواطر نشوید. شناسنامه‌اش را با من دهید ببینم. ما البته او را خلاص میکنیم. خدا از شما راضی باشد پسرم. آقای زینل، شما شناسنامه‌اش را دهید؟ میلش. از شناسایی با شما شد. نه. مرحمت. رفتیم میرویم. رفتیم. با آقای دکتر یک بار گپ زده میتوانم. دکتر اینها کیستند؟ سرباز نی، پلیس هم نیستند. کیستند اینها؟ از گروه ضد ترور. من حجتشان را دیدم. تو نترس. مرا ببخشید خالای زیلو. دخترم، من از تو خفه نیستم. تو از همه چیز بیخبر بودی. کچه درمان همیشه برای تو باز است. تشکر دختر. میرویم. نترسید، با ما باور کنید. تا بیرون دیگه همراه میرویم. تشکر. مرحمت. تو ایستو الدا، من همراه. خدا مددگارت باشد. مایل شکر باشد. برفین اینجا چی واقع شده است؟
همینجور خیر و خوش میکنیم کچه. همش رو با آنها نقل کن. جایی ترسیدن نیست. نقل میکنم دکتر. کارت که بود شد براحت به دیه برگرد. آسوده باش فهمه. پناهت به خدا کچه. از ما راضی باش. تشکر یشار. تو هم راضی باش. اگر تو نمی بودی من کاری نکردم. کچه با شما امانت. میرویم. با کجا میرویم؟ با کجا بشون؟ خطا کردی کچه. یشار! دکتر چی شد یشار؟ کچه داد زد. رفتیم ببینیم. چرا اینقدر زود رفتند؟ به نظرت نموده است یشار. میرویم. چی تو هم نفهمیدی؟ من حیران شدم. آنها کجا نمیدونم. آدمانی کجا نمیدونم که چی تو پیدا شدن. انا دکتر اومد. گوش کن طاهر. آنها از کجا اومده کچه را بردن؟ نفهمیدیم. ما از همه چیز بیخبر. چی گپ شد؟ دکتر وقتای آخر مخفی کار میکنی؟ طاهر چی شد؟ گفتن که کچه را سپاریده. ها مرا ببخشید. اما مجبور شدیم که کچه را با آدمان باوری نکنیم. خدایا توبه. خدایا توبه. برای پسرم مردینت. آرام شد مادر جان. آرام شوید. شاید او در نقطه طبی باشد. آنجا رو دیدم همه جا رو دیدم در یک آنجا نیست پسرم خانتی تو پریشان این ریمالی بر سینه از زمین یفتم شاید او نزد زیله رفته باشد نمیدونم من خانه شما نرفت یک رفته بینم رفتی مرا پرتافت رفتی به نزد دختری همسایه رفتی او الدای بی وفا کزبان به من نگاه چی میخوایی الدای بی وفا؟ به نزد همون خشوریت رو گوش کن کزبان او رو از نظرم روندم مکتوبش را مایده کرده پرتفتم باز دریق رو کزبان تلویزیون رو کشو با تو گپ کنم چی میخوایی؟ دیگر به من چیز گفتنی نیستی؟ مایلش کزبون بیگذار گفته تو شود میروم خیر الدو تا حالا ایست الدو من حالا بسیار چیزها رو به تو میگویم حالا ایستا باز آمد اپا یشتر شمایید؟ کزبان یک به بیرون برو با تو گپ زدن میخواست خب مایلش این اومدنش بخیر نیست بفکرم
نمیفهمد اکا یاشر. فقط دروغ نگو خیزبان. و من گوی که بگو با سلیم درباره چی گپ میزدید؟ درباره چی میشد؟ درباره او گپ میزدید. هوا گپ میزدید. گوش کن خیزبان. سلیم برفین گفته گپ میزد. میدونم. برفین گم شده است. سلیم هم در این جور ها نیست. یکان چیز رو دانی گپ زد. کدوم من چیزی رو نمیدونم. بخیر از این من به سلیم وعده دادم که من چی گفتم؟ گپ زن که دیر میشود. این مسئله ناموس است. میترسم که خون ریزی میشود. خیر شد. دور نزنید اکا یاشر. نمیفهمم. کار رو بین درسم. خیلی از این چیز صاف برآمدم خودم حیران شدم. یگان حجت پیشین نمون. همش را نابود کردم. زیلان خانوم اکنون در نزدیکی تو بودن مشکل می شود. اکنون تو زنی شیخ می شوی زیلان. اگر برفین برگرده چی؟ اگر دختر برگردد همه کاری از دستمون می آمده رو میکنیم. هیچ نشود دختر را یعنی برفین را میکشیم. زیلان چی شد یلماز؟ برفین را ندیدی؟ نه ندیدم. چی شده است؟ چی شد یلماز؟ برفین گم شده است. چی؟ نه یلماز به خودم من ندیدم. چی کار میکنیم پسر؟ خواهد نشم زیلان. ما او رو میاریم. رفتیم یلماز باید زودتر رفتیم یلماز. با شما یک چیز گفتن میخواهم اما با شما چه گفتنم رو نمیدونم. برفین را دادری ابلهی من سلیم گریه میده. چی؟ با تو میگویم آرام شو. سرده گفتم سرده سلیم بطرت بالا میاریم. سرده با من هیچ چیز نمیشود. برای تو به مردن هم روزیم. بین برای تو چی گریزم. با خدا با تو بسیار میزیبد. با تو همه چیز میزیبد. نره من این رو برای تو گرفتم. با من نره. از این زیباتر از همه میگیرم. دوشم گفتم. این از آن توست. یلماز جوابش رو نمیدهد گفته دودری بی عقلی من به برفین تکلیف خانواده و شوی کرده است. چی مگر او نمیفهمد؟ این مسئله ناموس است. بله این باشد دیوانه است. شدیست که دارم شوی داخل. گپ را بسیار نکن یاشر. دادر دخترم را به کجا بردنش را میدانی؟ تنها یک جایی بردن دارد. آن هم دهه خاله‌ام. آن دهه در کجاست؟ رفته آنجا را دیدن لازم. بله میرویم. رفتیم میرویم. زودتر. یلماز قربان چهامو را نزن. گناهی او کلان است. اما خواهش میکنم او را اکایش شما خموطیر باشید. ما تنها برفین را نجات. آقای طاهر حرارت کودک بلند شد. احوالش خیلی بد است. فهمم من کودک را میبینم شما روید. خب رفتیم. خب رفتیم میرویم. یلماز آرام شو. باز یکم بی عقلی نکنی. اگر او زنی تو باشد خواهری من است. فهمیدم طاهر. ملش آقای طاهر چی شده است؟ دادری یاشر برفین را گریزانده است. چی؟ بس است اکنون سلیم بس است. من با تو خونه دار نمیشوم. اصلا من آیله دار هستم. من میدونم تو چقدری که گپ نزنی. یلماز تو را رها نمیکند. همینطور نه؟ نترس. من تو را از دست او نجات میدیم. با نام خدا نجات میدیم. چه نجات میدی سلیم؟ بله من با او جنجال کردم. او را رنجاندم. اما من او را دوست میدارم. فهمیدی؟ اما اکنون فهمیدی سلیم؟ بین ما چیزی نیست. و نمیشود. اما من این رو نمیدونستم. یعنی نمیفهمیدم. من رو ببخش. نیتی بدی نداشتم. خواهش میکنم من رو ببخش. انشاءالله کسی نمیفهمد. برفین کنی بینم حرارتش قریب 40 آقای طاهر.
حرارت کودک خیلی بلند است آقای زینب. اگر بلندتر شود خیلی خطرناک است. داروها رو آوردم؟ نه، اما در دهه ما باید از آن داروها یافت شود. ما به راه میبراییم آقای دکتر. باید زود رویم آقای زینب. رفتیم دخترم. یا کودک را گیر میرویم. بیا جانکان، گریه نکن. مرحمت برای تشکر دیلا. آقای جوگیر من هم روم. لازم نه دیلا. احوال من خیلی خوب است. در اینجا مرا خوب نگاه میکنند. یگان کمبودی ندارم. تنها شما را پزمان شدم. و اینجا برای خدمت خلقم آمدم. من چند مدت اینجا میمانم پدر. من برای ناموس شما اینجایم. از من خاطر نشوه. جاوید ایتین به خدا دلم خیلی نازک شده است. گریه هم آمد. گریه کردم. زود باش تمام کن. گروه تو را انتظار است. بمانده تیار هستیم. رفتیم میرویم. رفتیم. آقای زنل را منتظر نکنیم. خیلی ای می شود. ای می شود. ای می شود. زود باشید. زود باشید. زود باشید. تو هم ایتین کجا میروید؟ راه گردید. راه گردید. من بی عقلی چرا این کار کردم؟ یلمز باشید. یلمز ایست. یلمز زنده نمیگذارم. یلمز کدام نشا بازی؟ کدام نشا میگویم. یلمز ایست نگویم. ایست آخر ایست. ما خود بیا آرام شو. ایست. گهت برو. آرام شو. من رو میکشم. من رو میکشم. من خودم رو نجات. تو مرا به این حال آوردی برفید. اگر میشی کودک نمیدی کارات همون روی نمیدی. دیدی چی شد؟ دیدی برفید چی شد؟ تو بسی دخترم. همشن برای تو مرا بین پول آوردی. تو مرا بدنام کردی. همش باید تو شد. از این پس یلمز برای من وجود ندارد. امور فهمیدی؟ دخترم بس کن. این کار نگوی. دخترم بس است مادر. بس است. دیگر چیزی نگویی. این یلمز برای من مرده است. کیا مرده است. بکی این کار نگو دخترم. آسانی شهر این کار رو کردی. من تو را نکشم. شرمنده شهاد بسر بی عقلی کردم. من خودم تو را بکشم. زنده جای خیز زود راه گردم نه. سلیم چرا با ما خیانت کردی؟ مرا چی داری افتید؟ از راتسیا کیچا گفتگوی همه راتسیا رو گوش کردیم. گوش کن. از تو یک چیز را فهمیدنیم. اگر تو در کجا پنهان کردن سلاح ها را گویی من تو را کمتر شکنجه میگیرم. همه
چیزهای دانستت را باید به من نقل کنی. این است. خودت میدونی که چه، اما باید بدونی که من از شکنجه دادن نه دلگیر میشوم و نه خسته. همه واسطه ها را به کار میبرم. این کار را خیلی دوست میدارم و به آن دلتنگ میشوم. وطن آقای زینل با ما ضیافت راست است، نخوریم ای میشود. آمادن ما رو خبر میدیم سینان؟ البته ایتن به آقای زینل خبر ده، با عیادت او رفتنمان را بگو. قماندان ها می آیم گوی ما را خوب قبول کند. مکتوب را فراموش نکنه. خواطر نشو سینان. خب برو، زود برو، زودتر. صلاح به اینا همه چیز را بیاموز. شما به خانواده من کاردار نشوید. اگر یک طور مویشان کم شود. آی جاوید، آی پسر تو کمی آرام شو، تماما خواطر نشو. هیچ کس یکان کاری نمی کند، همه خوراک میخوریم و برمیگردیم. اگر به آنها دست رسانید شما را زنده نمیمانم. راگیر خاموش، دمت راگیر. صلاح در نبودن ما تو قماندانی ساعت ماتم قماندان رفتیم. صلاح گفته هایم را بکن، اینها را آماده کن، خوب تمرین ده. خوب فهمیدی ها؟ رفتیم، زودتر حرکت کنید. گریه نکن. چی طور دادن داروها را فهمیدید؟ ها بله فهمیدم آقای دکتر. تمام گریه نکن جانم، گریه نکن. من بیرم اومده حکیم گریه نکن یعنی خوش شده حکیم گریه نکن جانکی من. اما کشت رو تبابت میکند. گریه نکن. آقای زینل، من هر روز آمده کودک را خبر بگیرم. خدا از تو راضی باشد پسرم دکتر. خوراک تیار است، مرحمت به نزدیک دسترخوان. برفین گم شده است آقای زینل، من باید روم، فکرم با او بند است. یگان کمک لازم باشد نبزد پسرم. نه آقای زینل، تشکر. تنها نرو، همراه دو آدمم را میفرستم. مادر بچه خوب درا میکوبم. خوب مایش. و تو از پسرت مکتوب آوردم آقای زینل. از پسرم؟ او این رو نوشت؟ البته او نوشته است. من در برش بودم. با سلام و درود فرستاد. آقای زینل، اینها را از نزدمان گیران. و تو گفتنی دارم. باتان و سینان در بیرون انتظارند. به ضیافتی تو آمدند. آقای زینل، یگان چیز نمیگویی؟ قدمهایشان نوری دیده بیایند. به آدمهایت بگو آنها را درآورند. سلاح‌ها در کجایند تیچه؟ گیره دورا
و من باور نمیکنه که چرا استودیوی عرش نوترین سریال ترکی رو تقدیم شما می‌گرداند. با همین نزدیکی سلسله فیلم سرنوشت شما رو به عالم جهل، تلاش، مبارزه و نبرد، عرفان و فراست و عشق و محبت میبرد. سرنوشت آدمانی که در نبرد زندگی جانبازی میکنند. چراغ را باید پیش گرفت وقتی که راهی نیست. کجا باید رفت وقتی که آشیانه نیست. با کی باید باور کرد وقتی که رفیقی نیست. این همه به نزدیکی در سلسله فیلم سرنوشت تقدیم از استودیوی عرش. Ayten, bishim خوراکت را خور. از وقتی که پسرت با تشکیلات همراه شد بینمان دیگر خصومتی نماند آقای زینال. همه بداند از این پس ما جان و جگری آقای زینالیم. به خدا به ما خانه خوب آراستن آقای زینال. خیلی خانه خوب آراستن با تن. ما هم جوابش را البته میدیم. ما چطور عزت و اکرام میکنیم؟ این خیلی خرافات در اونجا نیستند. ما هم در آنجا برای آقای زینال جایره شکار میکنیم. چه گفتی؟ برو با خدا رید. اگر نگویی پنجه‌هایت را یک تا یک تا میبرم. ایست جدی میگویم. در آخری در کجا پیمان کردی؟ در آخری خانه پیمان کردم. با همین انگشت با من خیانت کردی. خواهی دختر با تو شستن ظرفها خیلی میزیبد. با خودت نگر تاجری دیه رو نغزکک فهمیدی؟ هرچی هم نباشد این نقش را بازیدن به دلم زد. میخواهم مثل پیشتر همراهی تو باشم. اگر این کار تموم شود مرا با کجا میبری؟ من حاضر شدم. با کجای خواهی میروی؟ فرانسه، بریتانیا، روم. میخواهی به روم میروی؟ کسی آمد. یلمز خودت را عذاب میدی یلمز. با خدا احوال تو مرا زیغ میکنم. تو همه کارو کردی، همه چیز رو فهماندی، اما برفین یک روی میکند. تو رو رنج میدید. چرا دیده و دانسته این طور میکنند من نمیفهمم. من هم نمیدانم. گوش کن، با تو یک چیز میگویم اما مرا خطا نفهم. مادامی که برفین به تو میگوید که از تو دل خنک شده است
من تنها بهونه میباشم. گفتنیم که جواب برفین را بده. تو هم از این رنج عذاب خلاص میشی. آخر این طرف گناه است. تو خودت را خیلی رنج میدی. این طرز زندگی نادرست است. جوابم را ده یلماز. جوابم را ده. تو حق هستی زیلان. بله درست میگویی. خیلی کوشیدم که این کار را حل کنم. بلکه گناهکار همه این کارها خودم هستم. نصیب ما نبوده است که ما در این دنیا خوشبخت شویم. حق ندارم که به وقتی برفین و تو ضامن شوم. جوابش را میدیم. گوش کن برفین، هوشت را به سرت گیر. این طور باز چقدر دوام می‌یابد. به هر دویتان جبر می‌شود. نزد شوهرت بیرم. یلماز آن دختر را مثل خواهرش می‌داند. از این خاطر مباش. غیر از این می‌دانی که یلماز تو را خیلی دوست می‌دارد. یک روی نکن برفین. تو وقتی که اون زن در برش است من بر نمیگردم. سبحان الله. من با تو بحث نمی کنم دخترم. اتاق با تو گپ زنم. من دیگر نمیتوانم. از پسرت هیچ خواطر نشو آقای زینال. بعد از این ضیافت خوب او را نگاه و بین میکنیم. خواطر نشو. زینال باید زودتر رویم. کارمون خیلی زیاد است. فراموش نکردم. در یادم هست. پسرت در گروه اول است. اگر خواهی برای دعا کن. ایتین کنی راه گردید. میرویم راه گردید. رفتیم. زینب زینب پدر به شما چی شد پدر؟ پدر آقای زینب شما خوب هستی؟ خوب با آنها بحث کردن فایده ندارد. نمیدونم لیکن اصیل پسری ما را فریبیده با خود بردن. دیلم از دنیا خلوص پسرم قربانت شوم. تو ما بیچارگان را با این ظالمان تنها مگذار. شما آرام شوید آقای زینب. خدا بزرگ است. پسرم به کجا؟ یک وطنداری با بروی تابعی خود گردن میخواهم. آقای زینال اکنون از ما شد. شاد و روشن به سلاداران ضیافت میدهد. به هر حال بی‌جزا نمیماند. من دولتم را به شما سپاریدم. دیگرش در اختیار شماست. کنی جمع شوید. افسری آقا پدرت ما را خوب قبول کرده. من به سربازان تیر نمیکشم. چی از تو میپرسم پسری آقا؟ سلاح را ده. این سلاح را ده میگویم. باتن از مرکز زنگ میزنم. به همان تلفن جواب ده. گوش میکنم. فهمیدی؟ شما باوری دارید؟ بگیر این را. بگیر. فهمیدم. خوب شده. اکنون با عقل میشوی جاوید. با عقل. فهمیدی؟ حاضر با سربازان میجنگیم. تو دستوی پیش میشوی. یکم تو با آنها روبرو میشوی. اگر نه خانوادت را نیست میکنم. اولادت را نیست میکنم. فهمیدی؟ گروهی سیار با بودی بارانی حرکت کرد از سینان. زودتر رفتن ما لازم. نه به آنها مقابلیت خوب نشان میدیم. رفتیم. گیرین را زود باشید. میرویم. حرکت کنید. زودتر دیر نمانه.
حکایتی پردردی تو به آخر رسید کچر. جای سیلوها را گفتم، باز از من چی میخواهید؟ ایستید! کاری طاهر را تمام نکردی. من نامی کشنده او را میدانم. من تو را از اول باید میپرسیدم. خیر، فکر کرده آن را به کسی باوری میسپارم. که چرا خوب نمیشناخته اید؟ اکنون حیله دیگر را به کار میبریم. راهی کار را میدانی. کاری سرکردت را به آخر رسان. تیر را سردی. درباره آقای زینل خبر آمد که به سلاحداران ضیافت و جای خواب میدید. گوشش را کشیدم. فهمیدم. ağır ketiyedim xavnake ve çavim خدا جان این را چطور گویم خavnake ve çavim مادامی که براتین به تو میگوید که از تو دل خنک شده است، من تنها به هم نمیباشم. گفتنیم که جواب براتین رو بده خدمت. دیگر علاج ندارم. جوابش رو میدیم. چند سال بنداتم رندان گران چند سال بنداتم ولی چند سال بنداتم برفی خیز دخترم طهارت کن تو هم نماز بخون کمی آسوده میشه. خوب مادر جان من میکشویم مادر جان. باز چرا آمدی؟ برای یک گپ آمدم. باز چه گپی نگفته ادمونده است یلمز؟ برفی خواستت را میکنم. جوابت را میدیم. جوابم رو میدی؟ بله. اکنون میتوانی در اختیار خودم باشی. خدای زیبان چی شد قیزبان؟ آقای دکتر محافظان را جمع کردن و عملیات میروند. همین رو بخیر باشد انشالله. اما با من چیزی نگفت. بگیر زودتر بگیر زود باش. اگر این راستی کار میکرد دیگر هیچ چیز بازی چرا کار نمیکنه؟ نمیدونم اما که خدا چقدر کوشش کردم کار نمیکنه. با فکرم قواش تمام شده است. آقای دکتر من دیگرش رو به قیزبان دادم برای قواش رو پر کردم. وضعیت معلوم.
شد. خبر دادن نمیتونم. زود باشید بچه‌ها. بله. سینا و سربازان براه برآمدن برادران. بله رفته. ما هم باید رویم. چه گپ شد طاهر؟ بخیر است پسرم؟ با سیلاداران به سربازان هجوم کردن مادر. برای کمک آنها میرویم. روید پسرم، خدا مددگارتون باشد. برفین خوب هستی؟ من خوبم. با شما میروم اکه. من سربازی کهنه‌ام. سلاح را خوب کار فرموده میتوانم. حاضر لازم نیست برفین. تو بیمار هستی. من به تو اجازت نمیدهم. یلماز، تو چی گفتی پسرم؟ براستی جوابش را میدهی؟ من درست فهمیدم؟ مگر چاره دیگری مانده است مادر؟ هم دیگرمون را عذاب داده میگردیم. جواب او را میدهم، هر کس با راه خودش میرود. شما را دیگر رنج نمیدهم. از این کار برگشته جواب برفین را میدهم مادر جان. در اینجا چی واقعه؟ من دویده آمدم. های کیزبان، کن اینجا بیا. کدیگر زن اونها به کجا رفتن؟ اونها گلچینی رفتن پدر. گلچیدن گیرن. های دختر، تو مرا فریب میکنی؟ کدی ایستا، تو با من دروغ میگویی. حالا با دستم نیفتی. ای ایستا بگویم کیزبان. تو رو فهمیدم یومد. نصیبمون همین بوده است. بخیر است سعید؟ مرا گوش نکرده در آمدم. شما را دیدن میخواهند آقای زینب. خوش آمدید آقای چتیم. یگان خبری خوش آوردید؟ یا که با پسرم یگان واقعه شده است؟ کار را بینید. دولت میگویی. پسرم را از آنها نجات ده میگویی. اما در اصل به دولت دشمنی میکنی. شما چه ها میگویید؟ چه دشمنی؟ بیشرمانه باز چه دشمنی میگوید؟ من تو بر اینها را میدانم. همه اتون تروریستید. بیشرف و خائن هستید. گیرید او را. از جهت نجو. بقی دولت عاقبتی به تشکیلات کمک کردن همین است. از بطران باید نکنید. وگرنه همه اتون را میپرونم.
طاهر و فکرم اونجا کسی هست من استدیسید اما که امید حاضر وقت نداریم کمی پس به آنها میرسیم زود باشه سینان قماندان سینان از آمدنش معلوم است که چه واقعی شده است چه گپ است؟ دکتر و محافظان مثلا راست با جای عملیات میآیند این دکتر در این جاها چیکار میکند؟ شاید از عملیات آگاه شده است. کدام سنگی را بردارم از زیرش دکتر میبراید. حریف زیدی سینان است. ایتین 2 نفری میرویم تو پسری آقا را گرفته از آن طرف رو ما همراهی با قماندان از رو برای دکتر میبرایم. فهمو سینان رویم زودتر رویم راگت زودتر باشد میرویم جاوید راگت داداش به تو میگویم در آرزو را گوش کن امروز خیلی خسته شدم مرا عذاب نده همه کارهای کردت رو میدونم نامی خدا من کاری نکردم من چی گناه کردم میگویی که من دروغگوی هستم میگویی که این کار رو نکرده ای آخر عیب است گناه است شما چه خیلی آدمانی دولت هستید مگر این به شما روا است خور گفتم خور بیشرم خور تو زنی دختر داری؟ التجا میکنم به آنها نرسید برای ما اساس ناموس است از ناموس حرف میزنی در خانه خودت زن و دخترت را به سلاحداران پیشکش نکرده بودی بس از اکنون از خدا ترسید من با تشکیلات کاری ندارم گفتهتان همش دروغ است همش دروغ است؟ همش دروغ است ها؟ نگاه کنید همه آیند سر کردیم سینان احتیاط باشید بچه ها زود از اینجا ما رو دفعان کنید احتیاط کنید بچه ها بچه ها خودی قد باشید زود از اینجا بر آمدن باشید رفتیم بچه ها از اینجا بر آمدن در کن طاهر
همینها را نگاه می‌دارم. زودتر باشید بچه‌ها، اگر نه از اینجا برآمدن نمی‌توانه. برنگردیم. من به این بشارت نشان میدهم. طاهر شما منه. یلماز. دکتر دستی راستت را گوش کردی دکتر. سرده میرم. یلماز برفین چه شد دخترم؟ خوبم مادر جون. یلماز خاموش نگوی دخترم. خواب را بد نمیگویند. الهو بخیر شود دخترم. صدقه میدهید بلایی می اومده رو گرداند. بیا رفتیم. شیرینی تیار کرده بودم. کنی خیز دخترم. با مادر خلیل ببر ثواب می شود. کودک ها هم خرسند می شود. بیا دخترم. خداوندان از بلا و مصیبت ها نگهدار. رفتید. قزبان بخیر است قزبان؟ کجاش دکتری؟ یارادارم زیاد دکتر تنها من برای کماندا رفته ایستادم. چقدر یارادارم؟ محافظان برگشتند؟ ها برگشتند. یارادار بسیار دست دیلا گیریا کرده ایستاده است. دکتر تنها بوده است. من به کمک میروم. قزبان دخترم با یلماز چیزی نشده است؟ قزبان گپ زن با یلماز دگم واقعا نشده است؟ جنگ‌های دلگیر کننده را با سرودهای نو عوض نمایید. عشق منو نشکن، فکر من نیستی اصلا. عزیزم از تو رفتم یادت نکردم. عزیزم باکی تو را در بر ندارم. هوای دیگره بر سر ندار. چاچا مادر عذابم تو از شهر خدا اینجا رسیدی. کی در توی نگاهم خانه سازی. ماهی که تو خانه گل آباد کنی. آن به فقط دردی پایه یا چای جان شیری سفیدم دادی. تیراهای تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.